سلام بچه، علیرضام و توی این ویدیو میخوام پروژه جدید ناتپیکسل رو توضیح بدم. واردش که بشیم یه صفحه برامون میاره که میبینیم رنگامیزی شده. اساس کار ما توی این بازی رنگامیزی این صفحه است که با هر واحدی که ما رنگ میکنیم به ما یه جایزه میده. حالا بهتون میگم چجوری. قبلش این بخش باید بهتون توضیح بدم. روش اگر کلیک کنیم میبینیم یه مقدار به ما نشون میده. این مقدار PX بغلش نوشته. این مقدار توکن های ماست. من الان 1087 PX دارم. اینجا داره برام ماین میکنه و هر چند ساعت میام و کلیم میکنه. دو تا بخش داره: تاسکس که با انجام تاسک هاش میتونید PX به دست بیارید و بوست که با ارتقاش میتونید سرعت دریافت PX تون رو با رنگ کردن بیشتر کنید. هر بخش رو توضیح میدم. اینجا میگه که با ارتقای این بخش به ازای هر خونه‌ای که رنگ میکنی 2 تا PX میگیری. اینجا میگه که شارژ این که مثلا بتونید دوباره خونه جدید رنگ کنی سریعتر اتفاق میفته و تو مدت زمان کمتری براتون آزاد میشه و هر چی ارتقا بدید زمانش کمتر میشه. و انرژی لیمیت به من میگه که من 6 تا انرژی لیمیت دارم، یعنی 6 بار میتونم الان رنگ کنم. این ارتقا بدم به 7 بار تغییر پیدا میکنه بعد از پر شدن. مدت ممکنه من یه مدت به بازی سر نزنم و این 7 بار ما پر بشه. اینها رو اینجا سعی کنید ارتقا بدید و سرعتتون رو ببرید بالا. در مرحله بعد میایید اینجا و مثلا یه بخش انتخاب میکنید. من همین بخشی که بیشتر ایرانی‌ها روش کار کردن رو انتخاب میکنم. اینجا یه خونه رو انتخاب میکنید. اینجا میتونید رنگش رو انتخاب کنید و با زدن روی قسمت پینت اگه دقت کنید هم اینجا رنگ میشه هم به ناتپیکس های من اضافه میشه. نگاه کنید اینجا 2 تا به من اضافه شد. با همین کار با رنگ کردن بخش های مختلفش شما میتونید جایزتون رو دریافت کنید. کلش به همین ترتیبه. یعنی من باید بگردم اینجا منتظر بمونم انرژی لیمیت های من پر بشن. الان اگه دقت کنید یه نواری داره پر میشه. این تا آخر که بره یه انرژی به من میده. الان مخزن من 6 تا انرژیه و هر چند ثانیه یک بار برای من پر میشه و به ازای هر رنگی که میکنم 2 تا ناتپیکس من اضافه میشه. و اگر بیام توی این بخش توی بوست اینها رو ارتقا بدم سرعت دریافت من خب طبیعتا بیشتر میشه. چند تا بخش دیگه داره سریع توضیح میدم. اینجا بخش اسکواد هست که تو براتون لینک اسکواد کانال رو میذارم. داخل اسکواد ما عضو بشید. یه سری مزایایی داره که در آینده بهتون میگم. بخش بعدی بخش رفرال گیری است که نوشته مزایاش چیه. به ازای دعوت دوستانتون 8 تا توکن PX میگیرید و اگه تلگرام پریمیوم داشته باشه 64 تا که میتونید با دعوت دوستانتون هم از این طریق ناتپیکسل به دست بیارید. چیز خاص دیگه ای نمیمونه. اینا بخشایی ان که باید برای داشتنشون استارز خریداری کنید که من پیشنهاد نمیدم چون توی ایران تحریمه و خب ما نیاز نداریم الان هزینه کنیم. این بخش هم که خرید استارزه که میگه با استارز میتونید چه کارهایی رو انجام بدید. کلش به همین ترتیبه. استفاده کنید و سعی کنید از اولین نفرها باشید.